من صبح پس میرم پیش عجب خان. دیوانه شده باشه؟ اوجا بریم میکشی ما. مادر رفت. دیگه خیالت راحت باشه. برای همیشه هم رفت. دیگه نیاز نیست که قدر تشویش کنی. همین که تو از قریه فرار کردی خداوند بالای تو رحم کرده. تو تشویش نکو، صبر داشته باش. حقیقت روشن میشه. بخی برو سر کارت. از وقتی که در شبخانه بستر هستم تا بالا یک دفعه هم یادم زنگ نزد پرسان ما نکرد. به هیچ چیزا فکر نکنید صاحب. تشویش بر صحت شما خوب نیست. اعصابم اگه خراب کردی هر دوی تا دمی جنداخته دمی دی رنگتون میکنم که باز بفهمی که یک نون چند فقیره. آصف تشویش نکن. او تازه عملیات شده. شاید موبایلش پیشش نیست. خدا رحمتش کنه. آدم خوبی بود. بله خدا رحمتشون کنه. منو ببر سمت تلفن. شاید زنگ آمده باشه. میخواین بریم بیرون یه دوری بزنیم؟ نه این اتفاق برای همه ما میفته. اون آصف زنگ زده. زنگ زد. سلام قماندان صاحب. سلام آصف جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ خدا را شکر. شما چطور هستین؟ تشکر، خوب هستم. شفاخانه هستم. دکترها از عملم راضی هستند. یک چند روز استراحت دادن برام. خبر فوت بی آجی را شنیدم، خیلی ناراحت شدم. خدا بیامرزش. بله خداوند رحمتش کنه.
راحت شد. کجا هستی؟ به اون مسیری که هدایت کرده بودین. هنوزم پیگیرش هستی؟ شما هم مرا میشناسین. تا که یک کار تمام نکنم نیمه ایلاش نمیکنم. باز گفتم باش قبل از رفتن یک بار چانس خود امتحان کنم. یعنی هنوزم میخوایی که بری؟ بله، اما قسمه که سخی جان و مادر کلان رفتن. ما هم روان هستم دیگه، معلوم نیست که مسیرم کجا ختم میشه. ببین به این وضعیت که ما و حامد در شفاخانه هستیم تو به وضعی که سیماگل روحیه بیتی این قسم گپا میزنی. راستی ماما میشه کمی معلومات بتین؟ مثلا در مورد چی؟ در مورد از که احتمال گنج در کجای قریه میره، یعنی کجا را بگردیم بیشتر. خب من اگر میفهمیدم خودم پیدایش میکردم. ببین نقشه به دست تو که رسیده حتما کسای دیگه بسیار کوشش کردن پیدایش نتونستن کردن و من به تو باور دارم تو قوی هستی، اراده خوب داری، حتما پیدایش میکنی. خب ببینیم که چی میشه دیگه. خب دیگه کاری نداری با من؟ سلامت باشین، فقط متوجه خود خیلی زیاد باشین. خداحافظتان. زنده باشی جانم باشی. خدا حافظت. خدا رو شکر حالشان خوب است. سلام علیکم آقا محترم، حال احوال شما؟ خوش آمدید. سلام، چطوری منصور جان؟ منصور جان خوب هستی؟ حالت خوب است؟ خیریت نیست؟ آصف جان بسیار ببخشی که آمدن نتونستیم. زندگی سر خودت باشه. چیزی که رضای خداوند باشه. سلامت باشه. راستی که مرد بودی. نماندی که مردم قریه ما بدون حمام باشه. زنده باشی آصف خان. من میگم داغ جوانی تا نبینی سایکو آصف خان. انشالله بیا در زادگه که پیدا شوه برش میگم چی یک کاکایی داره. سلامت باشی قربانت. بیبی آصف جان چطور مردم قریه به مشور و شوق کار میکنن. انشالله اگه این رقم کار پیش بره حمامم زود آباد میشه. انشالله بخیر. توکل به خدا. منصور جان به خاطر بچگک که تام کشیده دیگه این کار نکن. انشالله. بیا که بریم. خواهش میکنم بفرمایید. بریم یک کارهای دیگر رو تنظیم کنیم. بیا. Assim tá bola aqui. Estamos aqui jogando.
سلام. چرا قدیر کردی؟ موتر موارث پیدا کرد. مطمئن هستی کسی نیست؟ سیماگل رفته شفاخانه. آصف هم از صبح که بار بستریش جمع کرده رفته. پدر چی؟ او رفته پشت سودا. طول میکشه تا پس بیای. اگه بفهمه که من از زندان برآمدم بدبخت میشم. اگه بفهمه که آدم شدی کارت نداره. ده او سالایی که من در زندان بودم بیبی که خانم دهی ما را چی عیش میکده؟ صحیح شد. تو میگی که عیش میکده؟ فقط که ریاست میکدم. نوکری خوی گپا رو نداره. کی میگه؟ کاش من تا آخر عمر اینجا زندانی باشم. قدر گپ میزنی حال میرسن. بیا بریم بپالیم. از کجا شروع کنیم؟ نمیفهم. او پیرکی خدا زده. نمیفهم که در کجای وزی خانه او رو پت کرده. سایکو عبدالحمید، سیماگل اگه بیای و بفهمه که ما یک نفر رو دی خانه آوردیم، او دفعه از خاطر لط کردن پیرکی مرا یک سیلی زد، این دفعه در دار اویزانم میکنه. تا حالا اگه چیز نگفتیم از خاطر پدرم بوده. اگه بفهمه او پیرکی رو تو کشتی وقت چی میکنه؟ بار آخرت باشه که گپ میزنی. دیگه نگویی. بوتایت بکشی. نه خانه رو پاک کنیم. تو هم چقدر گپ میزنی؟ برو کلای ما رو تو خراب کردی. تو هم چقدر پر میگی؟ برو دیگه. حالا راستت یک جوار دی خانه است؟ سلام از پدرش شنیده بود. چی آدم هم گفته؟ حالا واقعا رفت؟ رفت اگه. رابیا دخترم کجا هستی؟ پدرم است. همینجا باش. تو گفتی کسی نمیایه؟ نمیفهم. همینجا باش. سلام پدر. دخترم در اتاق بیبیجی چی میکردی؟ هیچی. پاکاری میکردم. دختری جزیات نبیا. به خاطر کارهای بیبیجی تو بال اینجا هست. رقمی نگو پدر. من میترسم. کی از داخل؟ هیچ کس. چطور؟ من صدای گپ شنیدم. مطمئن هستین؟ دختر چرا برخطاستی؟ از تان انتظار نداشتم قبل ما به اعتماد باشین. از من چی انتظار داری؟ در اتاق تنها بودی و صدا را من شنیدم. ورخطا شدم که کدام بلای سرت نبیه. شما هم شدین مثل صاحبای از خانه. فکر میکنی یک فساد زیر پایم است. قربانت شم پدر. پیر شدی فکرت سر جایش نیست. طرف از سید احمد گفتن از یام نبی. بفهمند که فکرت سر جایش نیست اخراجت میکنن. تو را فقط به خاطر نگهبانی از خانه نگاه کردن. شنیدیم که یکی از رنگریزهای ما رو تو امروز عصبانی ساختی. من خود چیزی نگفتم. اونا قصابش خراب شد. خدا این مورد باز پسان کردت گپ خود زدم. فعلا میخوام میره بفهمم تو که در کار دیگران دخالت میکنی و نظر میتی خودت چقدر کار بلد هستی. حفیظ تو بیا پایین دیگه کارا رو بان که بادر انجام بده. اگه اجازه بدین که قاسم هم که من کمک کنم. قاسم بلد هستی؟ آها. بسیار خوب بردیتون برین انجام بدین. برین. اجازه تا. چی بس؟ چرا قسم سعی میکنی؟ بسیار دلم برات تنگ شده بود. خب من هر روزم اینجا هستم. هر روز بله ولی هر ساعت نه. خب نگفتی امروز آصف درباره چی گپ زدین؟ ندیدیمش. چرا؟ صبح خب پیش از سفرش گفته که شفاخانه می به دیدن خودت؟ بله آمده بود. دکترم گفت که آصف آمده بود و یک دستگل کلان پیشش بود. و شماره اتاق من پرسان کرده بود. ولی نمیفهم ناگهان چطور پس برگشته و رفته.
خب چرا تو اینجا بیای و خودت ندیده پس بره؟ با مو دلیله که سالا در خانه ما زندگی میکنه ولی قسم کارایش تنظیم میکنه که هیچ وقت با ما چشم به چشم نشه. خودت هم که ماشاءالله دلت کمتر از او پر نیست. نه تو گپ نیست. من هیچ وقت از آصف هیچ چیزی را بدل نمیگیرم و نه ازش توقع دارم. خب این خو عذر بدتر از گناه است. خب خیر بگذاریم از گپا. تو بیار از امو سیب یک ذره که بخورم. خب صبر کو، چرا خجالت داری؟ پوز خوب بکنم شه. بفرمایید. چه خدمت کردم میتونم؟ کی به کار داشتین؟ جناب کمال است؟ میگم کی آمده؟ یک دوست قدیمی. همینجا صبر کنید، صداش میکنم. اروایم نیست، ترس نخور. خودم هستم عبدالحمید، اما در جور تیار. او بچه تو 7 جان داری؟ شاید هم 70 تا. فقط امیره میفهمم تعداد جانایی که من دارم از تعداد چالایی که تو یاد داری زیادتر است. خیلی تو عمر نو میخوایی. راپورم تیر کرده بودم. وقتی که دمی سر سیف رسیدم ناجوانا از امی وقت دمی اتاق معطلم بودن. ناجوانا را ما مطمئن شدم که خداوند شما را فرستاد. میدانی آصف خان چقدر پیش خدا دعا کردیم؟ خدا را هزاران بار شکر. اعتماد شبح به دست آورده بودی. من فکر میکنم جلب توجه این مردم تو را خوشت آمده. ما به غیرت باشم که قاتلای مجید فرار دادن تا آزاد بگردن در شهر. غیرتش از که رفیقش در پیش چشمش کشتن. چه تمثیل بازی کرد آصف؟ هیچ وقت قرآن یاد گرفته؟ آصف دست کم نی.